بازار ژاپن است، بازار آساکوسا. و اینجا هم هست لمه‌های ژاپنی، غذای ژاپنی. و آن هم که رفت، اینا رو هم که نگاه میکنید، اینا دوچرخه‌های قدیمی ژاپنی نگاه کنید. و اینا هم که آدمای ژاپنی هستند و اینا کالسکه ژاپنیه که یه نفر میبره. و جالب اینجاست که توی این بازار آساکوسا که یکی از معروفترین بازارهای ژاپن هست، مغازه فرش فروشی است. فرش فروشی که این آقای ایرانی هم که میبینید اونجا نشسته، اسم این آقا سمیره. اسم این آقا سمیره، صاحب اینجاست. آقا شما صاحب اینجا این؟ خیلی ممنون از شما. شما خیلی بچه بسیار هنرمندی هستین. مرسی که فرش ایرانی رو بردین اینجا و پر گبه شده. و ایشون هم ژاپنی هستن، این خانم ژاپنی، این آقای ژاپنی. اینا مثل که فروشنده های این آقا هستن. بله، اینجا گبه های ژاپنیه و می‌بینید که گشتن برای فروش. خیلی خوبه که بالاخره تو این بازاری که تمام سنتیه میان و یک بچه ایرانی رو هم گشتن برای نمایش. خیلی جالبه که شما هم این صحنه‌های قشنگ این بازار رو ببینین که خودش سنتیه. اینجا یه بازار قدیمیه. اینا غذاهای ژاپنیه. اینا رو که اصلا تمام از ماهی، یعنی ببینید اینجا ساکاناست و سوشیه که ببینید اینجا سوشیه و اینا میشینن، این دستگاه میچرخه، همین که توجه داریم و هر غذایی که دلشون خواهد ور میداره. تقریبا قیمت‌های جالبی داره. و اینا سوشیه و اینا هم لباسای ژاپنیه، لباسای قشنگ ژاپنی. اینا کیمونو هست که همه دوست دارن. البته اینا مال مرداشه، اینا مال زناشونه. ببینید چه جالبی تو اینا هست. زندگی سنتی ژاپنی هست و خیلی جالبه که این ژاپن هم دیگه واقعا پیر شده. اینجا همه کیمونوهای قدیمی و اینا هم یه هنرمنده هاشونه که البته الان نیستن. اینا هم لباس های ژاپنیه. تمام اینا پارچه های ژاپنی، قیمت های مختلف لباس های ژاپنی هم عرض کردم دیگه پیر شدن. الان دیگه خیلی کم نسل جوان. ببینید به اینا میگن یک تقریبا مثل نونه ولی سفته. ببینید چی میشه کره اونامای نان دست کن سمبه پرسیدم ازش میگن سمبه. البته سمبه، این سمبه مال برنجه ولی سفته. میخوام داره میخوره. خوشی thank you. اینا دارن میخورن و اینجا هم که نگاه میکنی نوشته ژاپن. اینجا نوشته چی؟ سامورایی. اینا تمام لباسای سنتی ژاپنه. ببینید چه خبره. خیلی بازار شلوغیه. جالبه که اینجا همه خورده خوراک‌های مختلفه. بیشتر اینجا یه معروفیتی به حسین داره. البته شیرینی‌های مختلف هم داره. ببینید مثلا شهر مثلا قم که سوهان داره، اینا مثل اونا. ببینید اینا غذا نیست. اینا مثلا
تخیلات ژاپنی. این هم یه بازار بزرگیه، خیلی بزرگه. بازار آساکوسا معروفیت خاصی داره. اینا بالا نگه می‌دارم که ببینید تمام تقریبا سنتی، همه چیزای سنتی، کارهای سنتی، شام کارهای سنتیه. بزنایی که شکل‌های مختلف داره، خیلی قشنگه. خیلی قشنگه و اینجا جالبه که براتون بگم. این عروسک‌ها، این سکه بسیار قشنگ و زشتیه. البته اینجا کپیه شده. خیلی قشنگ درست کردن اینا. سگ و گربه و درست کردن. اونم میخواد لباس سرش کنه. Thank you. بعد ببینید اینا آدمای ژاپنی ادورمون معبدشون پیداست. ببینید چقدر جنب و جوش در اینجا هست. جنب و جوش خیلی هست. همه دارن خرید میکنن. این مغازه حاشیه یعنی قاشق‌های ژاپنی. اینا با این حاشیه‌ها میخورن دیگه. شما مثلا نگاه کنید اینا رو ببینید. اینا حاشیه رنگ‌های مختلف، دیزاین‌های مختلف با اینا غذا میخورن. این خورده آی ژاپنی‌ها چون غذا زیاد میخورن اینجا مشتری زیاد داره. هر جاش یه داستانی داره. اینا مال چترهای ژاپنیه. ببینید دیزاین‌های مختلف، رنگ‌های مختلف. خیلی جالبه. هر جاش که نگاه می‌کنی لباس‌های ژاپنی، اینا از این فکر می‌کنم از این سوموکارا بود، از این خیلی هیکلای گنده‌ای دارن بود و منم از خوشش بود. اینجا یه چیز دیگه داره می‌پزه. اینجا چیزای شیرینی و شکلات‌های مختلف و ببینید خیلی پیرو اینا زیاده. چیکارش کنیم؟ زیاده، همه پیرن. ژاپن دیگه پیر شده. هر جا نگاه میکنی پیر. این هم یه سنتیه. به اینا نمیدونم چی میگن. به ژاپنی ماکس مال کارهای فرهنگی شونه. ببینید آساکوسا اینم اینجاست. چرا؟ صدا رو میشنوید؟ صدای بهاره. این زنگوله‌ها که اینجا میزنن صدای بهاره. هر کدومشون به یه شکلیه. اینجا علامت ژاپنه. بازم من یه خوده چون برم شما زیادش خیلی هم ببینید. نمیتونم ببینید تمام این مغازه های سنتی با جنس های جالب. البته اینجا خارجی هم زیاده. خارجی خیلی میان از کشورهای دنیا میان اینجا، از همه کشورها. بهتون عرض کردم که اینجا که عرض کردم اسنده ایناست. این شیرینی هاشونه. اینا شیرینی میپوشن. اینا هم همون چیزای سنتیه.
جو نگاه میکنید سنتی. فانوس‌های قدیم ژاپن خیلی معروفیت داره. تو مراسماشون از این فانوس‌ها استفاده میکنن و انواع و اقسام مدل‌های کیمونو اینا پسراشن، ببینید اینا پسراشن، اینا لباساشونه، اینا پرچمشونه و اینجا که نگاه میکنید کیک فروشیه و شلوغ، همه جاشون شلوغه و رسیدیم به جای اصلی، یعنی مسجد اصلی. اینا همه داستان داره. مثلا این وسط مال فصلاست، فصل مثلا پاییز، زمستون، بهار، فانوس‌های گنده که همه‌شون یه معنی داره. ببینید هر کدوم این 3 تا فانوس که در این وسط معبد به این بزرگی عظمتی که ببینید آدما در مقابل اینا چقدر. این هم یکی از چیزاشونه. مثلا اهریمنه، این اهریمنه اسمشو نمیدونم، اینا فانوس هاشونه. 2 تا اهریمنه، یکی این وره فانوسه، یکی اون وره فانوسه. قیافه های وحشتناکی ازشون درست کردن به نام اهریمن. و اینم ژاپن رو همینجور که نگاه میکنین عین تقریبا عرض کردم این امامزاده های ما که دود اسفند و گلاب و همه چیز هست، اینا برای خودشون یه سنت هایی دارن. این مناطق که میگید عرض کردم اینجا مال دعاست، دعا میکنن یا از این چیزای دعا میخرن. اینا همه دعاست که میخرن برای سلامتیشون، هر کدوم یه معنی داره. اینجا نگاه کنی این دعا، مثلا حتی تسبیح مال ما هم هست، این مال ما تسبیح دارن. ببین اینا همه دعاست، دعا میخرن به خودشون. این دعا همه معنی داره. اکثر ژاپنی‌ها قیمتش مثلا 500 ین، اکثر ژاپنی‌ها از این دعاها استفاده میکنن برای مراسمشون. و خیلی جالبه که یه بارم گفتم ممکنه این بار دوم باشه. خیلی که برای من جالبه این صحنه است که این وسط نگاه میکنی. این وسط یه صحنه خیلی جالبیه. ببین اینا همه دود میخونن، دود رو نگاه کنی، همه به سر و کلهشون میزنن که چی؟ شفا بگیرن. هر که هر جاش درد میکنه، سرش درد میکنه، پاش درد میکنه، اینا میان چیکار میکنن؟ از همینجا این دودا که این وسط هست، ببینید این دودا رو نگاه کنید، از این دودا میزنن به خودشون، به گردشون، سرشون میزنن. و میریم اینجا، اونجا برای شفای بدن. اینجا هم شفاست. این آب و وقتی که میخوام برن تو معبد ببینید چقدر قشنگه، سقف خونه است. این هم باز یکی از اهریمن است. این تابش هم نگاه کنید، سنتیه. آبو میریزن تو دستشون رو میشورن. نگاه کنید همه اینجا که نشستن دستشون رو میشورن، مثل ما وضو میگیرن. قبل از اینکه میخوام برن برای دعا خودشونو آماده میکنن. اینه که اینجا رو نگاه میکنید، از اینجا مردم میرن تو. از جا به این بزرگی که ملاحظه فهمیدین آدم ها از اینجا دسته به دسته دعا میکنن و میرن تو. خیلی جالبه. ببینید گروه حالا از هر گروه و هر مذهبی و هر دینی و هر چیزی میاد. این دراشونه که میخوایم وارد بشیم. اینا نگاه کنید بازم فانوس، اکثر این چیزا رو فانوس های خیلی بزرگ شکل گرفته. نگاه کنید و حالا این شما و این هم آساکوسا مرکز، اومدیم به مرکز آساکوسا. ببینید آدم ها همینجوری دسته میرن جلو برای دعا میرن، دعا میکنن. ببینید اصل معبد اون تحت، یعنی دیگه قدیمی ترین معبد ژاپن.
همه اینا که دارم میبینید تق تق